بچه ها سلام، به چنل میم تایمز خوش اومدین. اسم من مریمه و قراره که توی این ویدیو راجع به گربه ها صحبت بکنیم. حدود 2 هفته پیش بود که من یه ویدیو راجع به مونتی درست کردم، گذاشتم توی اینستاگرامم که جنبه طنز داشت و این ویدیو خیلی وایرال شد. حدود 300,000 نفر این ویدیو رو دیدن و خیلی کامنت های قشنگی بر من گذاشتین. اگر این ویدیو رو میبینین خیلی باعث خوشحالی من بود که بعد از این همه دیده شدن حتی یه کامنت منفی هم پای اون پست نخورد. چرا یه سری حرفایی زدن که یه کوچولو آدمو ناراحت میکنه، ولی خب من خیلی کامنت های قشنگتری گرفتم و باعث خوشحالی من بود. گفتم بیام به مناسبت 4مین سالی که من مونتیو دارم که 22 بهمنه یه ویدیو بگیرم و راجع به چالش های گربه داشتم باهاتون صحبت بکنم و اصلا چی شد که من گربه آوردم. من کلا از بچگی عاشق حیوانات بودم، عاشق طبیعت و حیوانات و اینجور چیزا بودم و هر جا که یه گربه سگی میدیدم اصلا بدون اینکه بهش فکر کنم که الان چه آسیبی قرار بهم بزنه میدویدم سمتش. به خاطر همین مامان من همیشه خیلی از این قضیه میترسید و یه 10-20 نفر رو مراقب من میفرستاد بیرون که من نرم کار دست خودم بدم. سال 98 بود، من دیگه تو فکر این افتادم، خیلی بفشم گفتم بذار من یه حیوان خونگی بیارم. اولش هم دوست داشتم سگ بیارم. بعد از اینکه تحقیق کردم دیدم واقعا چالش های سگ خیلی زیاده برای من و نگهداریش خیلی سخته برای من. تا اینکه ما یه مهمونی دعوت شدیم، یه دوره همی بود، من رفتم، 1-2 تا از کسایی که اونجا بودن گربه داشتن و گربه‌هاشون آورده بودن و باورم نمیشد. من به محض اینکه گربه ها رو دیدم عاشقشون شدم، گفتم من باید گربه بیارم. رفتم یه 6-7 ماهی گشتم دنبال گربه و خیلی هم حساس بودم که حتما نژاددار بیارم. دروغ چرا؟ اوایلش خیلی برام مهم بود که گربه‌ای که میارم نژاددار باشه و نژاد گربه من اسکاتیشه و دوست داشتم گربه اسکاتیش بیارم. خب خیلی گرون بود دیگه، همون موقعش هم نزدیک 12 میلیون تومان بود، ولی من انقدر پول نداشتم. همونطوری که داشتم میچرخیدم میگشتم یه جای آگهی دیدم که نوشته بود که گربه اسکاتیش فولد برای سرپرستی. اون روز 22 بهمن 98 بود، من خونه برادرم بودم و تعطیلم بود. من آگهی رو که دیدم به داداشم گفتم که پاشو بریم ببینیم، این نزدیک خونه تو هم هستش، مثلا یه 4 پایین تره. بعد گفت با مریم الکی مگه چه میدونم گربه اسکاتیشو میذارم مثلا واگذاری اونم مثلا فقط پول واکسنش و اینا رو بدی. گفتم با پاشو بریم، ضرر که نداره که. گفت باشه. پاشدیم رفتیم و من با اون آقا هماهنگ کردم، قرار شد که بریم دم در خونش و گربه رو ببینیم. ما سوار ماشین شدیم رفتیم و زنگو زدیم و گربه رو آورد پایین، مونتی آورد پایین و من وقتی این بچه رو دیدم همونجا عاشقش شدم. قلب من لبریز از عشق شد، یعنی یه هیجان، یه تجربه فوق‌العاده توی زندگیم بود که هنوزم اون حس و حال من تجربه نکردم. هنوزم اگر بهم بگی قشنگترین لحظه زندگیت کی بوده، میگم همون لحظه بوده. یه گربه خیلی کوچولو با چشای ناز و قیافه معصومش، دلم میخواست براش بمیرم همونجا. یعنی اگر یک نفر بودش که اون لحظه ضبط میکرد قیافه منو، اصلا تا آخر عمر داشتمش، تا آخر عمر میتونستم از اون لحظه لذت ببرم. و انقدری که اون لحظه قربون صدقش رفتم، فدا شدم، وای الهی بگردم برات که یعنی بچه تو چقدر شیرینی. خلاصه قرار شدش که ما فرداش بریم گربه رو تحویل بگیریم، ببریمش دامپزشکی، اگر مثلا مشکلی نداشت از اون آقای تحویل بگیریم. تو راه که داشتیم برمیگشتیم من به داداشم گفتم ببین من دیگه نمیتونم بدون این گربه زندگی کنم، برگرد بیاریم، هر بیماری هر اشکالی هم داشته باشه اشکال نداره، میخوامش، من بدون این گربه دیگه نمیتونم زندگی کنم حتی یه روزم. همینجوری داشتیم ما بحث میکردیم که دوباره اون آقا زنگ زد گفت خانم من حس و حال شما رو که دیدم دلم طاقت نیاورد که تا فردا صبر کنم، بیاین گربه رو ببرین، حالا باز اگر مشکلی پیش اومد یا مسئله‌ای بود بیاین بهم بگین. بعد من گفتم که باشه، ولی گفتم ولی دور بزن بریم گربه رو بیاریم. رفتیم آوردیمش. برادرم منو گذاشت خونه خودم، اون موقع من مستقل زندگی میکردم، منو گذاشت خونه خودم و از اون موقع میتونم بگم که زندگی من به 2 قسمت تقسیم شد، به قبل از اومدن مونتی و بعد از اومدن مونتی. خلاصه اولیش هم خب خیلی غریبی میکرد، من اصلا هیچ تجربه‌ای نداشتم، اینجوری بودش که همش حواسم بهش بود، همش استرس داشتم که ببینم چیکار میکنه. آقا به هم یه دونه جعبه انقدی داده بود بابت جای دستشویش که تو شن ریخته بود، یعنی مثلا خاک گربه هم نریخته بود و
یه اینقدرم غذای گربه، غذای خشک گربه. و به منم گفتش که من هیچ هزینه ازتون نمیگیرم، فقط هزینه واکسن و مثلا کیت هایی که من تا حالا بهش دادم که حدود 900,000 تومان رو بهم بدین. منم گفتم که باشه اوکی، مشکلی نداره. دیگه شناسنامه‌اش رو گرفتیم و من سرما خوردم، مجبورم وسطش یه چیزی بخورم که گلوم نرم بشه. این بچه اومدش و از همون شب اولم اومدش روی بالای سر من خوابید. من مثلا وقتی میخوام بخوابم 2 تا بالش میذارم، یه دونه بالش اینجوری صاف میذارم، یه دونه اینجوری که سرم میذارم روی این و بالشمو تکیه میدم به این بالش. از همون روز اول اومد روی این بالش خوابید که حالا عکسش هم اینجا براتون میذارم که ببینید. فردای اون روز من پا شدم رفتم سر کار و دل تو دلم نبود که این بچه رو من تنها گذاشتم خونه. و اینجا یه پرانتز باز کنم راجع به این قضیه صحبت بکنیم که گربه ها 1 الی 2 روز رو تو خونه تنها بمونن هیچ مشکلی ندارن. اگر هم میخواید برید مسافرت، گربه رو توی خونه خودتون بذارین و به یه نفر بگین که بیاد بهش سر بزنه، چون اصولا گربه ها، اکثر گربه ها وقتی جابجا میشن و وقتی میبرشون بیرون یه استرس خیلی شدیدی رو تجربه میکنن. مثل سگ نیستش که هر جا رفتین دوست داشتین بزنین زیر بغلتون به خودتون ببرین و صداها خیلی براشون استرس ایجاد میکنه و این جابجا شدن خیلی براشون آزاردهنده است. بر بعضیاشون هم خیلی نه، با این قضیه اوکی ان. و تنها گذاشتنشون اشکالی نداره در کل. من رفتم سر کار و دل تو دلم نبود، میخواستم زودتر برگردم خونه پیشش. از قضا همون روز من بعد از سر کار اولین جلسه تراپیم بود، بعد اونجا میرفتم. هیچ وقت یادم نمیره رفتم رو برای تراپیستم نشستم، گفت ببین یه استرس خیلی زیادی داری، آیا فضای اینجا باعث شده که مضطرب بشی؟ گفتم نه، من دیشب یه گربه آوردم و الان که خونه تنهاست خیلی استرسم، دوست دارم زود این جلسه تمام شه برم بهش رسیدگی کنم. و بهم گفتش که نگران نباش، گربه ها تنها بمونن هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. اون روز جلسه تراپی من تمام شد و من گازشو گرفتم سمت خونه و به محض اینکه درواز کردم دیدم که این میمون خان اومده استقبالم. هنوزم که هنوزه وقتی که از سر کار برمیگردم یا از بیرون برمیگردم میبینم که این آقا پشت در منتظرم و حتی اگه خواب باشه. و این قسمت شیرین ترین قسمت برگشتن من به خونه است. اولین کسی که توی این قضیه گربه آوردن شما بیچاره میشه اون دوستتونه که گربه داره. و من یه سره با این دوستم کانکت بودم و اولین پیامی که بهش دادم این بودش که این داره خرخر میکنه، اتفاقی براش نیفتاده باشه، داره خفه نشه. بعد دوستم گفتش که نه احمق، این احساس آرامش و امنیت داره که داره این صدا رو خودش در میاره. تا 3-4 ماه اول که یاد بگیری که گربه داشته باشی اون دوستتون بیچاره است. فرداش رفتم براش جای دستشویی گرفتم. من برای مونتی از این جای دستشویی مسقفا گرفتم که درش هم اینطوریه نمیدونم اسمش چیه. و انقدر این بچه کوچولو بود نمیتونه، زورش نمیشه در باز کنه بره و من مجبور شدم که همون روزای اول درشو در بیارم تا وقتی که مثلا یه ذره بزرگتر بشه که زورش برسه این در باز کنه. دستشوی مسقف خیلی بهتر از دستشوی معمولیه چون که حداقل بچه اونجا یه پرایوسی خودشو داره. رفتم اون دستشویی براش گرفتم، درش هم کندم که بتونه راحت بره بیاد. دیگه نزدیک 5-6 ماهش که شده بود، یه ذره بزرگتر شده بود، آوردم درشو وصل کردم، ولی باز هم احساس می‌کردم که بلد نیست بره از اون استفاده کنه. خودم 1-2 بار اینجوری هولش دادم توی ظرف خاکش و دوباره درشو بلند کردم تا یاد گرفت که هی بره و بیاد. ظرف آب و غذایی که براش گرفتم از ایناییه که حالا عکسشو براتون میذارم که یه پایه داره و جاش محکمه. دلیلش هم اینه که وقتی که شما نیستی ممکنه که بخواد ورجا ورجه کنه، آبشو بریزه و تا وقتی که شما متوجه بشین بچه تشنه بمونه. ظرف غذاش هم همینطور. غذای اول خیلی جنب و جوش میکرد، خیلی ورجا ورجه میکرد چون خیلی کوچولو بود. خیلی فتش بشم. خیلی کوچولو بود و بگم که باید سالی 1 بار واکسن بزنی، واکسن سگانه است بزنی که برچسب اون واکسن توی شناسنامه‌اش میخوره و هر 3 ماه 1 بار قرص انگل بهش بدین و هر 3 ماه 1 بار هم بهش خمیر مالت بدین که اون موهایی که لیس میزنه میره توی معدش اونا رو بتونه که مثلا حذف کنه یا بالا بیاره. حالا مونتی بچه که بود این اتفاق خیلی بیشتر میافتاد، من بهش خمیر مالت میدادم، ولی الان خیلی کم این اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که من روزی 4-5 بار مونتیو برس میکشم و موهاشو
تمیز میکنم در واقع. من اون اوایل خیلی احساس میکردم که مونتی تنهاست و وقتی که من خونه نیستم چیکار میکنه چیکار نمیکنه، به این فکر افتادم که یه گربه دیگه بیارم. بله، من یه مدتی یه گربه دیگه داشتم به اسم گری خانم. میگم اوایل چون تجربه گربه داشتن و نداشتم اینجوری بودم که نژاد گربه خیلی برام مهم بود و خیلی اهمیت داشت که از چه نژادی باشه، حتما فلان باشه بسان باشه و اینا. ولی بعد از اینکه گربه آوردم و یه مدت باش زندگی کردم، واقعا دارم میگم دیدم نسبت به حیوانات کاملا عوض شد، در این حد که من یک مدت کامل گیاهخوار شده بودم. گیاهخوارم نه، وگن شده بودم، یعنی حتی تخم مرغ و شیر و اینام نمیخوردم، اینجوری شده بودم. الانم احساساتم نسبت به حیوونا خیلی فرق کرده، اصلا نمیاد تو تصویر، دلش نمیخواد. حالا وقتی دیگه باشه که من نخوام بیاد توی تصویر، یه سر اینجا رژه میره این بر میاد این بر. مثلا وقتی که من دارم با تلفن صحبت میکنم یا با کسی صحبت میکنم یا با لپتاپ کار میکنم، عمدن میاد خودشو میچسبونه به تلفن، میشینه روی کیبورد، که یعنی اصلا تو حق نداری به کسی دیگه توجه بکنی جز من. خلاصه برگردیم به داستان گری. ببین گربه دوم آوردن خیلی سخت‌تر از گربه اول آوردنه، چون که اگر خدایی نکرده احیانا اون گربه‌ای که دارین میارین مریض باشه، گربه خودتونم مریض میکنه و خیلی خطرناکه. به خاطر همین من خیلی گشتم تا اینکه یه گربه رو پیدا کردم که دست یه خانم دامپزشکی بود، به اصطلاح دامپزشک بود و خیلی دوستدار حیوانات بود به اصطلاح، که بعدش متوجه شدم که توله کشی میکنه خانوم. داستانش حالا جلوتر براتون تعریف میکنم. خلاصه من رفتم دنبال گری، آوردمش. گری خیلی بد اخلاق بود. ببین روز اول انقدری که منو کتک زد که این روی دستای من کلا کبود شده بود، هی اینجوری میزد تون 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 محکم رو دست من. بعد من دیدم نه، من اینطوری نمیتونم که مثلا وایس همین گربه من عادت کنه. هی شروع کردم نوازشش کردن، نازش کردن و اینا. بعد یهو انگار که مثلا اونم از اون گارد خودش در اومدش و اینا. فردا صبحش دیدم اینجای من خوابیده، یعنی اومده بود بغل من خوابیده بود. بعد عکس گرفتم فرستادم واسه اون خانم، خیلی متعجب شد، گفت گری اومده بغلت خوابیده فلان، خودش اومده این کارو کرده؟ گفتم آره خودش اومده. گفت آخه خیلی طول میکشه که مثلا عادت بکنه. اون گفتم نه، من نمیتونستم اینجوری صبر کنم تا صبح ناز. ببین تا صبح این منو کتک میزد، من نازش میکردم. باورت میشه؟ یه چیز خیلی مهمی که باید راجع به گربه ها بدونین اینه که شما وقتی با یه گربه دارین زندگی میکنین، با یک آدم بزرگ انگار دارین زندگی میکنین. یعنی هر کدوم از این گربه‌ها شخصیت، کاراکتر منحصر به فرد خودشون دارن. مونتی آروم، جنتلمن، آقا. برعکس گری شیطون، یعنی شیطون، بغلی و فوق‌العاده وسواسی. ببین یعنی این گربه وسواسی بود به این صورت که من آب میذاشتم که بخوره، میرفت دستشو میزد تو اون آب، باش سر صورتشو میشست، دستشو میشست. بعد میرفتش دستشویی 2 ساعت خاک دستشویشو تمیز میکرد که یه وقت مثلا جیشش و پیپیش اینا روی خاک نمونه. و فقط به این بسنده نمیکرد، وای میساد پشت در دستشویی، وقتی مونتی رفت در اومد بیرون دوباره میرفت جای اونم تمیز میکرد. خیلی وسواسی بود، یعنی بیچاره کرد منو. و اینکه اصلا با مونتی نمیساخت، یه سره داشت این بچه رو کتک میزد. همین مونتی مثلا یه ذره میرفت سمتش باش بازی کنه، شروع میکرد به کتک زدن این بچه. و انقدرم که مغرور بود میومد توی اتاق با من، مثلا بغل من میخوابید یا مثلا منو ماساژ میداشت. تا مونتی میومد تو اتاق سری میرفتش بیرون. یعنی من خوشم نمیاد تو اینجا تحمل بکنم. گاهی وقتا هم که دوتایی منو گیر میآوردن دیگه. یه مدت گری پیش ما بود و من احساس میکردم که واقعا توی این شرایط جفتشون دارن اذیت میشن. کار اشتباهی که کردم اینه که برگردونم به صاحب قبلیش. و این خانوم وقتی گربه رو از من پس گرفت، شبش به من تکست داد که خانوم شما چیکار کردین با این گربه؟ این داره پرخاش میکنه، دیوونه بازی در میره، پدر ما رو در آورده. بعد منم تمام عکس‌ها و فیلم هایی که تو مدت از گری داشتم با خودم ورش فرستادم. گفتم عزیزم همون روزی که اومد پیش منم همین کارا رو کرد. کلا اخلاق گریه، هر گربه دیگه جاش عوض بشه یکم پرخاشگر میشه. و بعد بهش گفتم که اصلا ولش کن، من پشیمون شدم، میام میبرمش. گفت نه، من قولش دادم به یه خانواده دیگه، میخوام واگذارش کنم به اونم. بعد دیگه من گفتم که اوکی، فقط حتما شماره اونا رو به من بدین که من در تماس باشم، حال گری رو بپرسم و اینا. و این به من نداد شماره رو. من ماها التماسش کردم، گفتم شماره‌شو بده، من ندارم شماره‌شو، من باشون در ارتباط نیستم. و من از کجا فهمیدم این خانم طوله کشه؟
وقتی اومدن گری رو بذارن خونه من، خودش آورد گری رو به من تحویل داد، گفت خونه‌تونم ببینم که امکان نگهداری گربه دارین و اینا. تازه اون میخواست مطمئن شه کافر همه رو به کیش خود پندارن. بعد که مونتیو دید اینجوری کردشم، میشه گربتون رو بیارین 2 روز پیش من بذارین بمونه؟ بعد من همونجا بهش گفتم که نه، من گربه‌مو پیش هیچکس حتی 1 روز هم اجازه نمیدم بمونه. بعد گفتش که آخه من 2 تا گربه دیگه دارم، بیاد با اونا مثلا جفتگیری کنه و اینا. بعد من اینجوری شدم که جان یعنی چی؟ بعد از اینکه من گربه رو بهش پس دادم، ببین التماسش کردم به من این شماره کسایی که گربه رو بهشون واگذار کرده بود نداد. و من چیکار کردم؟ رفتم دوباره توی دیوار آگهی دادم، عکس گری رو گذاشتم و گفتم که آقا این گربه یه مدت پیش من بوده، صاحبش که من بهش پس دادم گربه رو واگذارش کرده به یه خانواده دیگه و شماره اون خانواده رو به من نمیده. اگر کسی این گربه رو دیده و یا این گربه پیششه لطفا به من زنگ بزنه. 1 ماهی از این قضیه گذشت و یک شب یه خانمی به من پیام داد، گفتش که گری پیش منه. من موقع خونه دایمینو بودم، رفته بودیم مهمونی، شروع کردم همونجا به گریه کردن. گفتم خانم مرسی که پیام دادین، گری پیش شماست، حالش چجوره و فلان و بسان و اینا. بعد کلی عکس گری و فرستاد، فیلم گری و فرستاد و هماهنگ کرد. من رفتم دوباره گری رو دیدم، من گریه میکردم و پهنای صورتم، نگرانش بودم، از حالش خبر نداشتم. به هر حال درسته که مثلا 7-8 ماه پیش من بوده، ولی خب دوستش داشتم، گربه‌م بود. دلیل اینکه برگردوندم پیش صاحبش این بودش که خب واقعا جفتشون داشتن اذیت میشدن، خیلی داشتن اذیت میشدن. گری از اون دسته از گربه‌ها بود که دلش نمیخواست هیچ گربه دیگه توی خونه باشه، دوستش تنها باشه. خلاصه هماهنگ گری رو دیدم، چقدر میشه خانواده محترم و خوبی هم بود و خیلی خوشحال شدم از این بابت. و نکته جالبی که خانمه به من گفتش که میدونستی اون روزی که من این آگهی رو دیدم آخرین روز آگهی. برای گری کلی اسباب بازی رو گرفتم بردم، دیدمش، بوسش کردم، بغلش کردم، باش بازی کردم و تا الانم یه سر از حالش خبر دارم و ممکنم هستش که دوباره برگرده پیش خودم. دخترم خیلی شیرینه، یعنی بغلی نوش خیلی قشنگه، بچه‌م خیلی قشنگه. یه نکته دیگه هم که بگم راجع به غذای گربه هاست. مثلا مونتی از اول من بهش غذای خشک دادم، ولی خب گری اینجوری بود که غذای تر بیشتر دوست داشت. یعنی مثلا برای اون غذا درست می‌کردم و یا کنسرو بهش میدادم، ولی برای مونتی همیشه غذای خشک گرفتم. کلا غذای تر زیاد دوست نداره مونتی. و یه نکته خیلی مهم، یه مدت مونتی مریض شد. خب اینجوری بودش که من دیدم که یکم بیحاله و دقت کردم دیدم این دستشویی نمیره. یه روز بود دستشویی نرفته بود و من اینطوری بودم که این بچه چرا دستشویی نمیره. همون آخر هفته من قرار بود برم کویر و بعد از اینکه رفتم فکرم همش پیش مونتی بود. زنگ زدم به دوستم که دامپزشکی، گفتم ببین بهنام این اینطوریه چیکار کنم؟ گفتش که حتما همین الان ببرش دکتر. منم اونجا بودم نمیدونستم چیکار کنم. زنگ زدم به مامانم، گفتم مامان مونتیو وردار ببر دامپزشکی، بگو که این 2 روز دستشویی نکرده. و خب وقتی گربه داری حتی اگر هم مثلا خیلی حواست نباشه دیگه میفهمی که دستشویی میره میاد، کی میخوابه کی بیدار میشه، خواه نخواه داری باش توی خونه زندگی میکنی دیگه. زنگ زدم به مامانم، گفتم که مامان ببر مونتیو دکتر، بگو که اینجوری 2 روز دستشویی نکرده. اسنپ گرفته بود، بازم برداشته بودم مونتیو برده بودن 2 ساعت توی دامپزشکی بهش سرم وصل کردن، اومدن. حالا من تو هی کویر هی زنگ زدم مامان دستشویی کرد، مامان دستشویی کرد، هر یه سری مامان الان تا ساعت 1:30 شب فکر کنم همه خواب بودن، من مامان دستشویی کرد. دوباره ما گفتم آره بابا دستشویی کرد، پدرم رو در آوردی، همین الان دستشویی کرد. دغدغت نشده دستشویی کردن گربت که عاشقی یادت بره، میفهمی؟ اتفاقا همین چند وقت پیش یه همچین اتفاقی هم برای گربه دوستم افتاده بود. بازم من هی به اون زنگ می‌زدم چی شد؟ پپه دستشویی کرد. خیلی این چیزا مثلا شاید باورش برای بقیه سخت باشه، ولی واقعا همینه، یعنی همین جوریه. گربه ها و سگ ها و کلا حیوانات خانگی ما دقیقاً مثل بچه‌ها میمونن برامون، مثل بچه‌مون میمونن برامون و یه سری حرف ها ما رو خیلی ناراحت میکنه، مثل اینکه این گربه چقدر عمر میکنه، چقدر بهش میرسی، مگه
بچت آخرش که چی، چرا انقدر بهش میرسی، نمیدونم برای چی آوردیش، آی موش میریزه، آی فلان میکنه، آی بسان میکنه. واقعا این حرفا ما ناراحت میکنه. و اینکه فکر میکنه گربه یا سگ اسباب بازیه که مثلا هر سری بچه‌تو میاد اینجا میگین گربه‌تو بیار مثلا بچه من بازی کنه، یا مثلا گربه‌تو بیار خونه ما. نه واقعا اینجوری نیست. من 2 تا زن برادرم هم از گربه میترسن، یعنی اینجوریان که وحشت میکنن، فرار میکنن. بازم وقتی میان خونه ما من گربه رو مونتیو توی اتاق نمیذارم، میگم خب اینجا خونه اونه و شما این که از گربه میترسید مشکل خودتونه، من توی اتاق نمیندازم گربم. حتی دایی من که اومده بود خونمون، چون دایی من خیلی وسواسیه، باز هم من همونجوری رفتار کردم، گفتم دیگه این مسئله خودتونه. دیگه ببینین یه نفر گربه داره خیلی مراقب حرف زدنتون باشین، این حرفا ما رو خیلی ناراحت میکنه. از کویر که برگشتم بردم مونتیو بیمارستان. از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از اون بیمارستان موندم. ازش آزمایش خون گرفتن و گفتن که چربیش بالاست. الانم بهتون میگم که چرا. و گفتن که التهاب روده داره که این اتفاق برش افتاده به خاطر اون غذای لعنتی بوده که من بهش میدادم. یه نوع غذای ایرانی بود که توش چربی حیوانی داشتش فکر کنم، به خاطر همون این اتفاق براش افتاده بود و التهاب روده گرفته بود. من دیگه غذاش هم عوض کردم. به هیچ عنوان غذای ایرانی به گربتون ندید. خب اگر نمیتونستین غذای خارجی تهیه بکنید، خودتون براش غذا درست بکنید با مرغ و هویج و جو 2 سرپرک و کدو و اینا، براش غذا درست بکنید بدین بخوره. یه مدت شاید اگر دوست نداشته باشه یه مدت نخوره، ولی بعد از یه مدت عادت میکنه. خیلی بهتره تا اینکه بخواید غذای ایرانی بهش بدین. حالا کسی که کمپانی غذای ایرانی گربه دارن نریزن سر ما، برین غذاتون رو اصلاح کنین. الان غذایی که من به مونتی میدم هپیکته. یه مدتی هم که زورم میرسید توانم میرسید بهش رویال کنین میدادم، ولی خب الان که هپیکت نه. خیلی مونتی توی غذا خوردن خیلی سختگیر نیست، فقط غذای خشک دوست داره. حالا اینکه چه مارکی باشه اینا خیلی براش حساسیت به خرج نمیده. اینم از دردسرهای مریض شدنش بود که یک بار بچه‌م اینجوری مریض شد و اون مدتم بعد از اینکه از بیمارستان اومدیم بعد مثلا یه چند هفته بعد 1 هفته سرم تراپی میشد، 3-4 روز پشت سر هم من میبردمش برش سرم وصل میکردن و آنژوکت تو دستش بود. حاضر بودم اون آنژوکت تو چش خودم بود ولی تو دست این بچه نبود. یه اتفاق خیلی خیلی بدی هم که افتاد برای من این بودش که مونتی گم شد. مونتی یعنی گم نشد، فرار کرد. اون موقعی که گری پیشمون بود گفتم گری خیلی خیلی شیطون بود، خیلی خیلی شیطونه. یعنی اینجوریه که فضول، شیطون، خونه رو به هم میریزه دیگه. برعکس مونتی که اصلا به وسایل خونه دست نمیزنه، سمت مثلا دکوریای خونه نمیره، روی تاقچه ها نمیپره، یه سری جاهای مخصوص خودشو داره که من براش مشخص کردم همون جاها میره. یعنی هیچ جای دیگه ای نمیره توی خونه، هیچیو به هم نمیریزه، مگه اینکه دیگه حالا چیزی هم باشه میگه که از گلهای خونه تغذیه میکنه. دوست داره بچه‌م، فدای سرش، هر کاری دوست داره بکنه اشکال نداره، فدای سرش. یه شب دوستای من اومدن خونه من همیشه آشغالا رو اینجوری بودش که میذاشتم توی بالکن، هیچ وقت نمیذاشتم توی خونه. بعد صبح که میرفتم سر کار به خودم میبردم مینداختم 100 تا زباله. چون میدونین که مستقل زندگی کنی همه کارت باید خود انجام بدی، اگه یه قاشقت بمونه نشوری دیگه همون تا آخر عمرت میمونه. بعد شب که دوستا اومدن برام گفتن خب آشغالا هم بده ما ببریم دیگه. آشغالا رو بهشون ولی در بالکن درست چفت نکرده بودم و نیمه باز مونده بود. من ساعت 4-5 صبح بود احساس کردم که این 2 تا فروجک دور و بر من نیستن، چون تا صبح اینا میمدن دیگه، یا بالا سر من میخوابیدن یا روی دوشک میخوابیدن، این ور دور من میچرخیدن دیگه. من احساس میکردم مثلا حرکتشونو. تقریبا یه نیم ساعتی بود که من احساس کردم اینا دور و بر من نیستن. پا شدم کل خونه رو گشتم، دیدم اینا نیستن. سکته کردم. ببین توی حیاط مجتمع دیدم گریه میکردم، کل باغچه ها رو گشتم، همه جا رو گشتم، همینجوری داشتم صدا میکردم مونتیگری. یهو دیدم صدای مونتی داره از بالکن خونه همسایه‌مون میاد. آقا هیچی، با همون حال پریشون رفتم در خونه‌شون زدم. بنده خدا یه پیرزنی هم بود ترسیده بود، بعد اون حالش بد شده بود که چقدر من به خاطرش عذاب وجدان داشتم. درو زدم گفتم که بنده خدا باز کرد درو، گفت چی شده همونجا هراسون. گفتم میشه نگاه کنم ببینید گربه های من تو بالکن شما. بعد
خانمه که حال منو دید اینجوری کرد عزیزم گریه نکن پیدا میشه فلان میشه. گریه ها؟ برگشتش گفتش که عزیزم گریه نکن پیدا میشه و اینا. بعد نگاه کرد گفت آره اینجاست. حالا چجوریه؟ این بالکن های خونه ما از طریق یه دونه نبشی به هم وصل بود. یعنی این دوتا میمون از این بالکن اومدن رفتن این بالکنه. حالا من رفتم نه فقط مونتی اونجاست. این خانم هم یه دونه پرده زده بود روی بالکنش، گیر کرده بود پشت اون پرده. آقا دیدم گری نیست. مونتی رو بغل کردم، از خانم معذرت خواهی کردم، تشکر کردم، اومدم خونه. دیدم میمون خانم خودش دوباره برگشت از همون بالکن اومده خونه، ولی مونتی گیر کرده بود اونجا. ببین من انقدر حالم بد شد اون روز که اصلا نخوابیدم بعدش. و وقتی هم رفتم شرکت ناخونه من همش کاشت بود. تمام ناخونامو با دندونام کندم از استرس و حال بد. اینم یه خاطره خیلی بد بود که من داشتم از دوران گربه‌داری و در کل که خیلی خیلی شیرین بود. تا الان برای من قشنگترین قسمت زندگی من همین مونتی بوده وقتی که به خودم نتونستم رسیدگی کنم ولی به اون رسیدگی کردم. یادم یه بار توی شرکت حالم خیلی بد بود، نمیدونم سر چه موضوعی ناراحت بودم. بچه‌ها متوجه شدن، یکی رفت برام خوراکی آورد، یکی نشست موهامو بافت، اون یکی میکاپم کرد، گفت پس یه حال رو اوضاع عوض شه. هر کاری کردن گفتم نه من حالم خوب نمیشه. اومدم خونه یه ذره مونتی رو گرفتم بغلم، بوسش کردم، نازش کردم، حالم خوب شد، آرامش گرفتم. واقعا نمیدونم اون موقع استرس چی رو داشتم ولی حالم خیلی بد بود. یه مسئله دیگه ای که خیلی باید بهش توجه بکنید اگر میخواید هر حیوان خونگی که بیارین اینه که قبلش برید چک بکنید که به اون حیوان خونگی آلرژی نداشته باشید. من اولی که مونتی آوردم آلرژی اونجوری نبود، در حد عطسه و مثلا آبریزش بینی و اینا بود که مثلا همون 1-2 هفته اول بود، بعدش دیگه خوب شدم. تا موندش 2 سال پیش یعنی من یه جوری حالم بد شد، یه جوری آلرژیم اوت کرد که از 2 سال پیش تا الان من یک سره همینجوری در حال دکتر رفتن و آمپول زدن و دارو خوردن و اسپری مصرف کردنم. الان خیلی بهترم. یه 6 ماه رفتم کلینیک آلرژی، اونجا تحت درمان بودم که دیگه دکترم اونجا رفتم پیش دکترای دیگه، خیلی حالا جواب مطلوبی نگرفتم ولی خب داروهامو هنوز مصرف میکنم. ببین یعنی اینجوری بودم که اینجوری بعد دستام میگرفتم زیر چشم و بینیم همینجوری شور، انگار سرش 2 تا شیلنگ گذاشته اینجا چشم و بینی من داره آب میاد. و 2 بار هم اورژانس اومد بالا سرم به خاطر تنگی نفسم و اینا. حالا خیلی به آلرژی این قضیه ربطی نداره، دلیلش هم ما تازه متوجه شدیم که به خاطر سینوس ها بوده. وقتی سینوس های من ملتهب میشد و میریختش توی ریم باعث التهاب ریه میشد. یعنی اون نفس تنگی من خیلی ربطی به آلرژی که نسبت به گربه داشتم نداره. ولی اگر میخواد گربه یا هر حیوان خونگی دیگه که میخواد بیارین قبلش به این تست آلرژی بدین که به اون حیوان آلرژی نداشته باشین. شاید الان فکر کنین که بعد از اینکه من فهمیدم آلرژی دارم چیکار کنم، هیچی دیگه، داریم ستایی زندگی میکنیم، من، مونتی و آلرژی. چون الان هم میبینین که دماغم قرمز شده به خاطر همونه. یه نکته خیلی مهمی که باید راجع به گربه ها بدونین اون هم اینه که جای دستشویشون رو گربه ها ذاتی بلدن. یعنی از اول زندگیشون خودشون میدونن باید برن توی خاک دستشویی کنن. حالا شما اگر یه ظرف خاک براشون بذارید خودشون متوجه میشن که باید برن اونجا دستشویی بکنن. لازم نیستش که بهشون این قضیه رو یاد بدین. آب و غذاشون هم اگر بذارین یه کنار خودشون میرن غذاشون رو میخورن، آبشون رو میخورن، دستشویشون رو میکنن. تازه اگه بخوام بازی کنن میرن یه نخی، چوبی، چیزی، اسباب بازی چیزی پیدا میکنن باش بازی میکنن. و روزی من خودم مثلا روزی حالا نیم ساعت با مونتی بازی میکنم، برسش میکشم به صورت پراکندانه که مثلا نیم ساعت نانستاپ، یه 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه ظهر، 10 دقیقه شب، یه بازیای خاصی بین خودمون داریم. مثلا من میدوام دنبالشون میدوه، مثلا حالت قایم موشک بازی کردم، یا قایم میشه دوباره من میام اینور دوباره میدوه دنبالم و اینا. این که بگم خیلی مسئولیت زیادی داره، خیلی رسیدگی میخواد، نه اونجوری نیست واقعا. خودش خیلی خیلی حیوان مستقلیه دیگه، میگم خیلی حیوان مستقلی. اگر ناز بخواد یا مثلا برس بخواد میاد سمت شما میو میکنه، 5 دقیقه نازش که میکنه دیگه خوش حوصله نداره پا میشه میره. یعنی خیلی مسئولیت چندانی نداره. ولی خب باید حواستون میگم بیشتر به خورد و خوراکش و اینا باشه دیگه. مثلا هر 3-4 ماه بارم ببرید دکتر یه چکش بکنه که حالش خوب باشه. یه چیز خیلی مهمی که من فراموش کردم راجبش حرف بزنم راجب حموم کردن گربه هاست که گربه ها رو لازم نیست هر ماه ببریدش حموم. من یادم دوستم که گربه آورده بود بنده خدا ها رو هر هفته میبرد حموم و من بعد از اینکه فهمیدم بهش گفتم عزیز من تو نباید گربه رو هر روز ببری حموم.
بزاق دهان گربه به اندازه کافی خود گربه رو تمیز میکنه. وقتی خودشو لیس میزنه، همه جاشو لیس میزنه، تمیز میشه، احتیاجی نداره. اگر دیدی یه وقت زیادی رفتش یه جایی که خیلی خودشو کثیف کرد، یه جایی رفتش که مثلا مواد شوینده توش بود، نباید خودشو لیس میزد، یا اینکه دیگه یه جایی رسیدی که خیلی داشت بو میداد، ببرینش توی حموم، کف حموم ولش کنید. اگر گربتون از اون دست از گربه‌هاست که از حموم کردن میترسه، فقط کافیه کف حموم ولش کنید. هر سمتی که رفت برید سمتش، اونجا روش آب بریزید و بعد مواد شوینده بزنید و بشوینش. اصلا سعی نکنید به زور نگهش دارین توی دستتون یا دست و پاشو به زور، همونجوری بذارینش توی حموم. هر سمتی که رفت روش آب بریزین، بشورینش، بعد آب کشی کنید، بیارینش بیرون و سعی کنید که خیلی خشکش بکنید. بعضیشون خیلی از صدای سشوار میترسن، سشوار اگه بکشیشون ممکنه خیلی استراب بگیرن. سعی کنید خشکش کنید، خودشو میتکونه و خشک میشه. حالا اگه تونستید سشوار هم بکشید، سشوارش بکشید. این خیلی نکته مهمی بود در مورد حموم کردن گربه. و یادتون نره اصلا نباید سر گربه رو آب بریزین اصلا، چون ممکنه آب بره توی گوشش و گوشش عفونت کنه، دیگه بیچاره بشین. اصلا سرش آب نگیرید، فقط از گردن به پایینش رو سعی کنید که همونجوری که بهتون گفتم بشورید. همین. واقعا گربه داشتن خیلی جریان شیرینیه دیگه. در مورد موی گربه که میگن نازایی میاره، اصلا یه همچین چیزی نیست. حالا بهتون میگم چرا. گربه ها رو مثلا فکر میکنیم که الان آوردیم توی زندگیمون، خونه هر کی میریم یه گربه دار. نه، اینجوری نیست. گربه ها از زمان مصر باستان توی خونه زندگی ما بودن دیگه. تو حساب بکن مثلا مادر بزرگای ما که تو روستا زندگی میکردن، گربه ها دیگه جزء اصلی خانواده بودن، هی میرفتن میومدن دیگه. الان داریم میبینیم دیگه، پدر بزرگ مادر بزرگای ما 7 تا بچه داشتن، اما خاله دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله هممون کم نداریم. پس اگه میخواست نازایی بیاره، اونو از کجا میومدن؟ 8 تا رو چجوری میآوردن اگر موی گربه میخواست نازایی بیاره؟ چرا؟ یه بیماری مشترک بین گربه و انسان وجود داره که اسمش رو اینجا میذارم، که قبل از اینکه گربه رو بیارین توی خونتون باید ببرین پیش دامپزشک که اون کیته رو بزنه، چکش بکنه که ببینه اون انگل رو نداشته باشه و اون بیماری رو نداشته باشه، و وقتی نداشته باشه خیلی راحت میتونین بیارین توی خونتون. من یکی از دلایلی که مثلا توی خیابون گربه‌های خیابون رو خیلی بغل نمی‌کنم یا مثلا تاچشون نمی‌کنم به خاطر همینه. وگرنه که اگه اون قضیه هم نبود، همشون می‌ذاشتم زیر لباسم، خودم می‌بردن این بر. آره. خاطر دیگه هم براتون تعریف کنم. یکی از همکارام یه روز اومده شرکت، دیدم یه دونه گربه اینقدی چوسونکی داد دستم، گفت آره اینو تو حیاط خونمون پیدا کردم، الان چند روز اونجاست، خیلی ضعیفه و فلان و بسان. من گفتم که خب بیار. دیگه توی پارکینگ شرکت بهش رسیدگی کردیم. من رفتم براش از این شیشه کوچیکا و شیره مخصوص کردم، چون خیلی کوچولو بود، یعنی فکر کنم مثلا 1 هفتهش بود، اینجوری کوچولو بود. دیگه یه ذره بهش رسیدگی کردیم، شیر دادیم بهش، یه ذره سرپاش و جون گرفتش و بازی کردش و می‌جره، خیلی شیرین بود. یکی دو بارم من آوردم خونمون، بابام براش با جوراب لباس سوخته بود، با مزه شده بود. دیگه بعد از اینکه یه ذره جون گرفت، یکی از همکارام خودش 7-8 تا گربه داشت، اون به سرپرستی قبولش کرد و بردتش. خیلی الان بزرگ شده، باحال شده و اینا، گربه مشکی خیلی نازی هم شده. کلا یکی از دلایلی که میگم باید خیلی مراقب باشین در مورد گربه های خیابونی اینه که حالا معلوم نیستش که اون بیماری رو داشته باشن یا اینا، ولی سیفه، میتونین مثلا در حد غذا رسانی و اینا باشون اوکی باشین. ولی میگم من خودم خیلی میترسم که بغلشون کنم. اما وقتی میخواین یه گربه رو بیارین، حتما ببرینش دامپزشکی، دامپزشک چکش بکنه که بیماری نداشته باشه. اگر بیماری داره تازه واکسن بهش میزنن، خوب میشه، اوکی میشه و اینا. یه قرص انگلم که بهش میدن دیگه اوکیه. یه بارم اینم یادم افتاد، یه بارم داشتم میرفتم خونه، مثلا 5 دقیقه مونده بود برسم خونه، یهو دیدم یه دونه توله سگ خودشو به زور داره میرسونه لب جاده، خودشو پرت کرد جلوی ماشین منم گفتم ای مادر، تو چقدر گرسنت بوده که تا اینجا خودتو کشوندی. خلاصه
ورش داشتم، از اونجا بردمش خونه و موقع مونتی بود. خب منم که خیلی میترسیدم یه وقت مونتی مریض نشه، جدا نگهشون میداشتم دیگه. بردمش دامپزشکی، کیتینو زد گفت نه سالمه و اینا. ولی یه اشتباه خیلی بزرگی که کردم این بودش که مثلا با 2-3 نفر صحبت کردم، همه گفتم ببرش بذارش سر جاش، نباید میآوردیش، ممکن بود مادرش برگرده. گفتم بابا این بچه از گشنگی و تشنگی خودشو پرت کردش وسط جاده. گفت نه تو نباید دست میزدی بهش. خلاصه بردم گذاشتمش سر جاش. بعدش خیلی پشیمون شدم، یکی از بزرگترین پشیمونی‌های زندگیمه. بعدش 10 بار رفتم اونجا رو گشتم، از این اون پرسجو کردم، گفتن نه همچین چیزی اینجا نیست. البته بعد از اینکه گذاشتمش مثلا یه چند تا سگ اومدن دورشو گرفتن و اینا، نمیدونم خانواده‌اش بودن یا نه، ولی خیلی دلم هنوزم که هنوز پیششه. اگر سوالی چیزی بود توی کامنت ها ازم بپرسین، اگر بلد باشم بهش جواب میدم، اگرم که نه از دوستم که دامپزشکه ازش میپرسم جوابتون رو میدم. اگر هم که گربه دارین و تجربیات متفاوت تری دارین، نکات بیشتری هستش که لازمه که بقیه بدونن، ممنون میشم برامون بنویسین که بقیه هم بخونن. خیلی ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید. اینستاگرام منم اینجا هست، اگه دوست داشتین فالو کنین که یه وقت نظرسنجی چیزی بود توش بتونین شرکت بکنین و ویدیو جدید میذارم اونجا اعلام میکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین، دوستتون دارم، خدافظ. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration.